سلام، این پسری که داریم میبینین رو پنزش راه میره منم، یعنی حامد تبریزی. از اونجایی که من خوب محلمونم همه بهم احترام میذارن. آرایشگر، سوپرمارکت محلمون، حتی عمده فروش بازارم به من احترام میذارن. من از بچگی عاشق کار خیر بودم، مثلا همین موردی که مشاهده میکنید، فقط در راه خدا. مثلا این آقا پسر قدش به بادکنک نمیرسه، آیا از قد خود رنج نه این اشتباه شد. بلداشتم میگفتم همونطور که مشاهده میکنین به ایشون هم کمک کردم، فقط در راه خدا. یا این خانومی که دارین مشاهده میکنین میخواست از خیابون رد شه و من نهایت سعی و تلاشمو کردم تا بتونم به صورت احسن از خیابون ردش کنم. خدا قبول کنه. یا پیرمرد گرسنه‌ای که کنار خیابون نشسته بود و گشنش بود. خدا قبول کنه، فقط در راه خدا. تا اینکه از سمت خدا شنلی برام ارسال شد که منو تبدیل کرد به حامد من. حامد من، این شما و این حامد من.